تفاوت شیطان و هوای نفس یا همون جق خودمون. شیطان از ماده شطن به معنای دوری گرفته شده. شیطان چون از کارهای خیر فاصله گرفته و از رحمت خداوند دور شده بود به این نام خونده شد. شیطان اسم جنس عام اونه و ابلیس اسم خاص اونه. به عبارت دیگر شیطان چیه؟ به هر موجود موعظی، منحرف کننده، سرکش، طغیانگر، خواه از نوع انسان باشه یا غیر انسان، شیطان گفته میشه. ابلیس به نام شیطانی است که حضرت آدم رو فریب داد و اکنون با لشکریان خود در کمینه که ما رو هم فریب بده که بیشترمون رو موفق هم شده و نیز هر سر سختی که حق و حقیقت رو روی گردان کنه، یعنی دوری کنه از حق و حقیقت، چه از افراد انسان، چه از افراد جن و چه حیوانات، شیطان است. میخوام اینو بگم که پس کارهای خودتو مثل جق یا پرن دیدن رو ننداز گردن شیطان، چون شیطان باعث میشه از خداوند دوری کنی. مغز منحرف خودته که میری مدام سراغ پرن. من یه ویدیو چند دقیقه، کلا شاید 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقتو بگیره، در مورد پرن که دامه طراحی شده است برات ساختم. حتما اونو از دستش نده و ببین. بدرود عزیز دل، تا ویدیوی بعدی.